آشنایی با قلم روزنه. قلم روزنه یکی از انواع قلم‌های فلزی نامیراث هست که میتونید برای کالیگرافی یا خوشنویسی از این قلم استفاده کنید. ابتدا انواع قلم روزنه و اندازه‌های متنوع این قلم رو بررسی می‌کنیم. قلم روزنه تخت. این قلم از نوع قلم‌های تخت یا بدون شیب هست و برای خط‌هایی مانند خط لاتین، خط کوفی و سایر خط‌های مشابه میتونید از این قلم استفاده کنید. این قلم در 17 اندازه ساخته میشه. کوچکترین اندازه 2 میلیمتر و بزرگترین اندازه 5 سانتی متره. قلم روزنه زاویه دار. زاویه این قلم 25 درجه هست و برای خط‌هایی مانند سلس، نسخ و خط‌های مشابه مناسبه. با استفاده از پیچی که روی قلم قرار گرفته میتونید زاویه نوک قلم رو تغییر بدید که در بخش‌های بعدی ویدیو روش تغییر زاویه نوک قلم رو به شما آموزش میدم. این قلم در 17 اندازه ساخته میشه. کوچکترین اندازه 2 میلیمتر و بزرگترین اندازه 5 سانتی متره. قلم روزنه شیاردار. این قلم هم مانند قلم روزنه تخت از نوع قلم‌های تخت و بدون شیب هست و برای خط لاتین، کوفی و سایر خط‌های مشابه میتونید از این قلم استفاده کنید. تفاوت قلم روزنه شیاردار با قلم روزنه تخت در شیارهایی هست که در نوک قلم وجود داره. این شیارها موقع نوشتن فاصله‌های خالی از رنگ در پهنای قلم ایجاد کنه. این قلم در 5 اندازه و 2 طرح ساخته میشه. کوچکترین اندازه 1 سانتی متر و بزرگترین اندازه 3 سانتی متر. اندازه 1 سانتی متر در یک طرح و سایر اندازه ها در 2 طرح ساخته میشن. قلم روزنه از چه بخش‌هایی ساخته شده؟ همه انواع قلم روزنه از 3 بخش جداگانه ساخته میشن. یک، دسته قلم. دسته قلم با چوب ساخته میشه و نوع چوب‌هایی که برای ساخت دسته قلم استفاده میشه متنوع هست. روی دسته قلم سمت راست عبارت نامیراث پن، در بخش میانی دسته لوگوی نامیراث و در سمت چپ دسته قلم شماره پهنای نوک قلم درج شده. واحد شماره های پهنای قلم به واحد های میلیمتر و سانتی متر هست. اعداد برای قلم هایی که با پهنای زیر 1 سانتی متر هستند به میلیمتر و قلم هایی که بالای 1 سانتی متر هستند به سانتی متر هست. برای مثال عدد 6 در این قلم به این معناست که پهنای نوک این قلم 6 میلیمتره و عدد 5 در این قلم به این معناست که پهنای نوک این قلم 5 سانتی متره. دو، نگهدارنده نوک برنجی. یک قطعه از جنس آلومینیوم به دسته قلم وصل شده و نوک‌های برنجی به این قطعه آلومینیومی متصل میشن. 3، نوک قلم. نوک قلم روزنه از فلز برنج ساخته میشه. نوک قلم روزنه با استفاده از یک پیچ آلن استیل شماره 3 به نگهدارنده آلومینیومی وصل میشه. برای تغییر زاویه نوک ابتدا با استفاده از یک آچار آلن کمی پیچ رو باز کنید تا بتونید نوک قلم رو بچرخونید. بعد قلم رو در دستتون بگیرید و نوک قلم رو با زاویه‌ای که می‌نویسین روی کاغذ قرار بدین. حالا نوک قلم رو بچرخونید تا زاویه نوک قلم متناسب با زاویه قلم‌گذاری شما باشه. در پایان پیچ آلن رو ببندید تا نوک قلم در زاویه مورد نظر شما محکم قرار بگیره. کالیگرافی با قلم روزنه. اگه از کنار به قلم روزنه نگاه کنید یک فضای خالی درون نوک قلم میبینید. زمانی که قلم رو در مرکب فرو میبرید مرکب در این فضای خالی جمع میشه و هنگام نوشتن از روزنه های نوک قلم خارج میشه. برای اینکه بیشترین مرکب در نوک قلم جمع بشه بین 1 تا 2 سانتی متر نوک قلم رو در مرکب فرو ببرید. بهترین عملکرد این قلم با مرکب‌های کالیگرافی و رنگ‌هایی هست که غلظتی مشابه با مرکب‌های کالیگرافی دارند. تمیز کردن قلم روزنه. بعد از کالیگرافی چند بار نوک قلم رو در آب فرو ببرید و روی کاغذ بنویسید تا رنگ‌های اضافی از نوک قلم خارج بشه. سپس با یک پارچه روی نوک قلم رو تمیز کنید. برای تمیز کردن داخل نوک یک تکه پارچه یا یک روبان رو از درون فضای خالی نوک عبور بدید تا داخل نوک کاملا تمیز بشه. برای اینکه قلم کاملا تمیز بشه ابتدا پیچ قلم رو کمی باز کنید، سپس نوک قلم رو در جهت خلاف امتداد دسته قلم بکشید تا از بخش آلومینیومی جدا بشه. حالا میتونید تمام بخش ها رو به راحتی با پارچه تمیز کنید یا با آب بشورید. لطفاً توجه داشته باشید هنگامی که نوک قلم رو جدا میکنید موقع تمیز کردن نباید تا خوردگی نوک قلم بیش از حد باز بشه.
باز و بسته کردن این تاخوردگی در دفعات زیاد موجب شکستن نوک قلم خواهد شد. بنابراین بدون باز کردن این تاخوردگی نوک قلم رو تمیز کنید، دوباره روی قطعه آلومینیومی ببندید. تعویض نوک قلم روزنه. ممکنه به 2 دلیل نیاز به تعویض نوک قلم روزنه داشته باشید. یک، در صورتی که نوک قلم شما به هر دلیلی خراب شه، شما میتونید نوک قلم رو به صورت جداگانه خریداری کنید و نوک قلم رو عوض کنید. دو، ممکنه بعضی از اندازه‌های قلم کاربرد کمتری برای شما داشته باشه. برای اینکه این اندازه‌های کم کاربرد رو با پرداخت هزینه کمتر در لوازم کالیگرافی خودتون داشته باشید، میتونید نوک قلم رو جداگانه خریداری کنید. همه اندازه‌های قلم روزنه دسته قلم یکسانی دارند و اگه تعدادی از نوک‌های برنجی قلم روزنه رو جداگانه خریداری کنید، میتونید روی دسته قلم روزنه‌ای که دارید نصب کنید. برای نمونه یک عدد نوک 5 سانتی متری روی یک قلم روزنه 6 میلیمتری نصب میکنم. ابتدا پیچ قلم رو کمی باز میکنم، نوک قلم رو در جهت خلاف امتداد دسته قلم بیرون میکشم تا نوک برنجی جدا بشه. حالا نوک 5 سانتی متری رو بین پیچ و مهره جا میزنم و در پایان پیچ آلن رو میبندم. اگه در ارتباط با قلم روزنه پرسشی داری، لطفاً در گروه تلگرامی نامیراث مطرح کن. خوشحال میشم که نظرت رو درباره این ویدیو در بخش کامنت ها برای من بنویسی. سپاسگزارم که نامیراث رو انتخاب میکنید.